سلام بچه ها، چطورید؟ اسم من ماهانه و خوش اومدید به این ویدیو. بچه ها قرار تو این ویدیو بریم یه رونمایی از اکانت بذارم، یعنی تا یه 2 دقیقه دیگه، یه 2-3 دقیقه دیگه یه رونمایی از اکانت ببینید که بچه ها همش گانه پیکه، همش گانه معمولیه که فقط یه دونه اسکین کوچولو گذاشتم روش. بچه ها اگه همین الان تو ساب کنی و لایک کنی، دفعه دوم که من میخوام، یعنی پارت دوم همین ویدیو که من میخوام رونمایی از اکانت بذارم، به جای اینکه گان پیک ببینی، بری گان میتیک تو دست من ببینی، گان لژندری ببینی. بچه ها من فقط هدفم اینه که بیننده، یعنی خود تویی که داره این ویدیو میبینی، توی ویدیو چیزای خفن ببینی، نه این مثلا به قول میگیم نیزه بهش، نیزه یه معمولی، نمیدونم اسنایپ معمولی، دیل معمولی. لایک کن، ساب کن، زنگوله هم بذار رو آل تا دفعه بعدی که میخوام ویدیو بذارم گان میتیک باشه دستم، یعنی حال کنی با گان میتیک، حال کنی. بچه ها فقط هم هدفمون رسیدن به 1000 تاه و بچه ها وقتی رسیدیم به 1000 تا بیشتر حمایت کنید تا بریم به اوج 100,000 تا و بزنیم جلو از همه. خلاصه فقط لایک و ساب کنید که آقا لایک هم نکردید، ساب کردید، زنگوله رو فعال کنید. این خیلی مهمه، این خیلی به من کمک میکنه، خیلی انرژی میگیرم. هر دفعه پیشرفته تر ویدیو براتون میذارم، بازیم بهتر میشه نسبت به دفعات قبل و چیز بهتری شما میبینید توی ویدیو، یا من محتوا رو خیلی بهتر درست میکنم، یا فقط نمیام بازی کنم همینجوری، مثلا میرم ایسکاگیری میکنم. البته چه ایسکاگیری میخواین بذارم حتما تو کامنت ها بهم بگید. و خلاصه دیگه اگه همین الان لایک و ساب و کامنت حالا یه کامنت دیگه بذاری، من انرژی میگیرم و محتوای بهتری میذارم. بچه ها اینجا دیگه تقریبا آخره بازیه، 1 دقیقه دیگه مونده، کمتر از 1 دقیقه. اینجا یارم اینو میزنه و اینجا بازی تموم میشه و بریم سراغ ویدیو. بیشتر از حرف نمیزنم. آقا چطورید؟ رسیدیم به اصل مطلب. بچه ها نشد وایس لایو بگیرم، صدا نمیگیره. خلاصه بچه بیایم اینجا اول پروفایل و اینا ما نگاه کنیم. بچه ما الان نمیدونم واقعا دارم اینجا چی میگم، فقط میدونم الان باید چند سال دیگه برسیم به پروفایل و بله الان میرسیم. پروفایلم و اینجا اسمشو خوندم. بالاخره بچه ها میخوایی ریکوست بدیم با هم بازی کنیم بدید. CWD Pop I 4 GCW. بچه ها اینجا بازم در حال حرف زدنم، نمیدونم چرا صدا قطع میشه و نمیتونم وایس لایو بگیرم. اینجا میریم سراغ افکت کیلایی که گرفتم، یعنی مثلا وقتی کیلا میکشیم بالا چه افکتی میاد بالا که مال شاتگان، چون زیاد شاتگان پلی نمیدمش کمه. برسیم به بخش گانا. اینا اپیکامه، این نایف اپیکامه، این اسمارس بود گمونو، نه حالا همون آرپیجی خودمون باشه. اینا هم یه گان دیگه است، اینا همشون اپیکن. اینا که بالاش بنفشه نایف چیزا گرفتم، گوست متی، کراسبای لوکاس، این کلت یادم نمیاد اسمش چیه، مالچی گردونه دارک نمیدونم چی بود دیگه، اسنایپ خفنه. و این پی کی امرم بازم گردونه کی 117 گرفتم. این دی 13 هم همینجور. اینم از بی کی 57 هم از ایونت گرفتمش، بغله همون.
اینم از بخش همین نارنجیه که نشون دادم. از بخش این از بخش ایونت گرفتم، اون از بخش زامبی گرفتم و اینا هم این شاتگان هم که شاتگان شوت نمیدونم چی اسمش، اینم از خریدم. یعنی این اسنایپر و این گانه و اینا صورتی ها رو اینا رو از یه گردونه بود سیزن قبلی. این کلد نارنجی و اسنایپ نارنجی هم که قضیهش رو میدونین، 7 روز اولی که بازی رو نصب میکنین شروع میکنه بدون دادن با اسکین گاز بود چی بود، حالا من اون انتخاب کردم، میتونی اسکین دیگه بگیری، زنه یا اون که واقعا بچه اسمش نمیدونم، خیلی عجیبه. اینو واقعا نمیدونم این نایفر از کجا گرفتمش بچه ها. اگه میدونین اینو میشه از کجا گرفتش بگین برای کسایی که نمیدونم. بچه من اینو نمیدونم واقعا. نصف این کانا که دارین اینجا میبینین از بخش ایونت گرفتم. یه 3-4 تا از اسکینا رو هم از بخش ایونت گرفتم، 3 تا نمیدونم یا 2 تا. اینم بازم از بخش ایونت گرفتم گمون کنم. و خلاصه اینو خود بازی بهم داد، نمیدونم هیچ کاری نکردم، شاید یه کاری کردم یه جا زدم یه دکمه بلد نیستم. اینم بازم خود بازی بهم داد، اینم واقعا قضیهشو نمیدونم. این بیل میلر هم همون گردونه هاست که سیزن قبل بود و خلاصه این سیزن گمون کنم گرفتم. آره گمونه. اینم یادم نیست، هرکی میدونه بگه. این اسمارس هم نمیدونم. این MG42 هم با همین گانهای بغلش که رنگ شبیه همه یا همشو تو این سیزن گرفتم. حتی چیزاش هم گرفتم مال ماشین و ایناشو. اینجا یه دونه اسنایپشه که راست باشه، نایفشه و چند تا گانه و یه دونه هم از این بوم پرتاب میکنه. بچه تمام اینا رو اسمشو یاد میگیرم، اما فعلا بلد نیستم. و الان دیگه واقعا باید برم سر چیزا. وای اسمش چی بود؟ کرکترها. نمیرم اینجا دارم حرف میزنم بازم یه چیزی داشتم میگفتم. کرکترها بابا برو دیگه. اینجا رو میخواستم برای آخرین بارم نشون بدم. یه کرکتر دیگه هم هست که گمون کنم الان دیگه گرفته باشمش. اینجا نگرفتمش که این ویدیو داشتم میگرفتم. و برو خودها رفتیم. این اولیه رو از 2 تا سیزن پیش گرفتم. کمی گزم که گاز چی نمیدونم، شاید اولش نیست اینو واقعا اسمش نمیدونم. اینو همون که اسنایپ نارنجی رو با کلته گرفتم 7 روز اول بازی ازش گرفتم. این موتور رو اینو بازم از سیزن قبل یه بار توی سیزن، یعنی سیزن قبل یه چیزی اومد و رفت که از اون گرفتم. اینو سیزن گرفتم از بخش ایونت. این گوستم که دیگه قضیهشو میدونید، ولی خواهی آموزشو میخواین که چجوری دریافتش کنیم بر کسایی که نمیدونن به هم حتما بگن. و اینم بازم این 2 تا آخری ها اینا نمیدونم کی گرفتم و کجا گرفتم، ولی همین بغلیش بودا. اینا باز از ایونت گرفتم. و این 2 تا رو این کرکتری که الان داریم میبینین با کرکتره بود که رنگ و رنگ پوشیده بود، اونم با هم گرفتم توی ایونت چیز پیش. اینا از گمون کنم از چارگان سامورایی بود لژندا با اون از اونا گرفتم. چاپر گست متیک هم داشتم. بالاخره یه بار CP خریدم اضافه اومد برای اون خرج کردم. و یه چند باره هم CP رایگان گرفتم که اونم قضیهشو توی یه دونه شورت ویدیو براتون میذارم. اینم واقعا سردنم. این چیز آخریه بودا. الان صورتی میاد خیلی خوشگل، با اینکه من رنگ صورتی خوشم نمیاد ولی اون خوشگل ترین چیزی بود که میشد با رنگ صورتی داشته باشیش. و بچه آخر ویدیو یه اتفاقات عجیب غریبی آخر ویدیو میفته که فقط نگاه کنید. یه جای عجیب غریبی میرم خود کالاف گمون کنم خودش هم نمیدونست کجا بود. شاید من دفعه اول دارم میبینم و کسی نمیگه مثلا.
خلاصه زود باش ماهان برو اون جایی که خفن بود و جالب بود. اینجا هم داشتم میگفتم نفر اول دنیا مولتی پلیر این بخش آخر رو ازش گانشو داره 2 تا. نمیدونم چه بچه ها قضیه اون 2 تا گان آخریه رو بگید. این 2 تا گانه که الان میاد، این 2 تا بگید قضیهش چی جوریه، از کجا میشه گرفت که وقتی لایک حساب کردی پول در آوردم گردونشونو بزنم. ای جدید من اصلا نفر اول دنیا یه گان متیک داره. یوتیوبرای ما 100 برابرش دارن. 20 تا گان متیک دارن یوتیوبرها. اوکی دوباره اینجا اومدم. الان گمون کنم برم همون بخشه. ها راستی بچه من یه بار توی جایی اول بودم، نمیدونم کجا بود واقعا، توی یه جایی من اول بودم. الان داشتم دنبالش اینجا میگشتم که خلاصه بازم پیداش نکردم. بچه ها چقدر ویدیو طولانیه یا اول فصل. اینجا هم بازم چند بچه ها داشتم چرت و پرت میگفتم. فقط امیدوارم زود رد شه، چه تموم نمیشه، من کار دارم واقعا. و اینجا داشتم توضیح میدادم یه دونه شاتگان هست لول 340 اینا میگیری، یا 320 بود 40 بود. اینجا داشتم 2 ساعت دنبالش میگشتم. بچه از اینجا رو تا یه جایی کات میکنه. نه کاتش نمیکنم خدای بچه، گمون کنم ویدیو خراب شه به خاطر اینکه بابا چرا میخوای الان نشون بدی؟ میدونن خب مردم چی به چیه. آقا تو چی رو میخوای نشون بدی؟ داری وقت بچه ها رو میگی. منم نمیتونم اینجا رو کات کنم به خاطر اینکه الان وایس لایو نیست این ویدیو و دارم روش حرف میزنم. این ویدیو میمونه و او خلاصه خراب میشه. اینا پیداش کردم آخرش اینجا بود. بله یه نشونی دادم و خب بس دیگه برو کار داریم بدو یه چیزی یا اول فصل داداش برو کار داریم ما. بله اینجا داشتم میگفتم که 231 بار من تو مولتی سوم شدم، 411 بار بازی کردم، 6984 تا کیل دارم. اون 2 تا سمت راست پایینی آخریه رو بلد نیستم بچه. شما تو کامنت حتما بگین اگه سر صدای بدی هم میاد ببخشید دیگه، خلاص صدای دستمو نمیتونم کارش بکنم. زود باش برو تو بتل و زامبیش هم ببینیم و تمام. زامبی که هیچی بازی نکردم ولی خب بازم نشون دادم، نمیدونم باشه عقلی. خب برو بتل رویالش 53 بار تا بازی کردم، 13 بار بردم. MVP هم بازم نمیدونم. اون 2 تا یارم دمیج میدونم یکیش، اون یکیش هم گمونم هدشات باشه. 270 تا کیلم دارم. بس دیگه زود باش بچه. گمونم اینجا دارم تون حرف میزنم، گمون که نه واقعا دارم اینجا تون حرف میزنم. اونجا داشتم مثل لاک پوش حرف میزدم، برای همین من یا اول فصل از اون موقعی گفتم چرا ویدیو تموم نمیشه تازه 2 دقیقه گذشته. خوش نمیگذره انگار زمان طول میکشه. زود باش دیگه چی میگی بچه ها؟ نمیدونم اصلا نمیدونم داشتم چی میگفتم. بابا چرا میخوای زامبی ها نشون بدی؟ تو که زامبی تا حالا بازی نشدی. ها اینجا داشتم میگفتم پایین سمت راستیه رو تفنگی بود گرفتم و نارنجیه. اینو گمون کنم برای همین یه جا نوشته بود 1 جام نشون دارم هیچی کیل میل ندارم. افتخاره برای هیچی کیل میل ندارم. اینم نمیدونم چیه بچه بگین چیه. و به زود دیگه چان داشتم اینجا هم میگفتم که الان دورشم خط میکشم. توی مولتی وقتی بازی کردم یا بتل حالا اول دوم یا سوم شدم 444 با من تا حالا لایک کردن. اینجا هم داشتم گانم رو درست میکردم. اینجا که واقعا نمیدونم بچه داشتم چیکار میکردم. کاش که میشد اینجا رو فعلا کات بکنم چون رو مخ خودم هم هست. اینجا اسنایپ طلای موقعم دارم میذارم اینجا ولی خب بازم چون که تا حالا اینجا رو تست نکرده بودم بازم صوتی میدم و سیو نمیشه و میگم ولش کن. 3 تا اسکین هم بیشتر از 5 تا اسکین هم بیشتر از چیزا نداشتم. بله دیگه بیشتر از این نمیخواست سوتی موتی بدی ورداد بیا. آخرم اینجا سیو نشد و ریدم. خلاصه اینجا یه چیزی میزنم وارد یه بخش عجیب غریب میشم. تو نگاه کنید حالا
یا ابوالفضل. اینجا هم گفتم یا ابوالفضل سایرن اینا چیه؟ یا ابوالفضل مجانی بهم میده. گفتم نه بابا مجانی کجا بود. اینا لژندریاش سمت چپ یارم سایرن و گوست متیکی که اون دو تا متیکشونه. اینجا هم گفتم دانلودش کنم نشونتون بدم. فینیشر میزه یه وقت تو بتل به من زدن که تا حالا نزده هیچکی رو من فینیشر. یه بار گمونم فینیشر خوردم اونم آنلاین نبودم، یعنی اینترنت هم پریده بود. فینیشر خوردم. بله اینجا هم نیکتو رو فقط دانلودش کردم. اینجا گوست لژندری هم گمونم این گوست لژندری قدیمی رو میگم گمونم اونم دانلود که نه. اینجا نیکتوه. اوی بچه من عاشق نیکتو هم. کاش میشد نیکتو رو بگیرم. لایک کن. میخوام نیکتو رو بگیرم. بله گم نکنم دیگه برگردونش برگرده. کسایی که میدونن بگن. این سایرنه گمونه. آره سایرنه. اینجا 300 مگابایت بود. گفتم ولش کن بابا مگه اینترنت از سر راه آورده. اینجا هم رفتم تو بخش گانش. اینو دیدم همینی که رنگش هم دیدیم. بله خب نمیدونستم این گانمتی که مال این چیزه. الان هم اینجا نشونه میدم میگم یا ابوالفضل و اینجا یا خدا سیزن پیش سیزن 7 اولش یه هفته اومد و رفت یا ابوالفضل. گانش کاش میشه یکشو به من بده. اینم که دیل متی که یعنی آرزوشو دارم داشته باشمش. اینجا هم گردن ساموری. اینجا دارم شگفت زدگی میمیرم. فریاد. این گردونایی که مال سیزن‌های خیلی پیشه این مال چیزه کریسمس اومده یا ابوالفضل. اینجا واقعا شوکه شدم و دیگه اینجا آخره ویدیو خدا رو شکر دقیقاً یه دقیقه دیگه کمتر از یه دقیقه 50 ثانیه دیگه ویدیو تموم میشه. بچه من به جای اینکه الان ناراحت باشم که چرا داره ویدیو تموم میشه الان خوشحالم. دهنم خوش شده بچه واقعا. بله میگم اینجا رو بزنید بیاین اینجا همینا رو میتونید ببینید. خلاص اگه کسی این کرکتر رو داره بیاد اینجا. بچه ها دارم اینجا میگم که جمع کنم. ممنون که تا آخرین ویدیو رو دیدید. لایک ساب کامنت و زنگوله فراموش نشه و تو رو خدا انجام بدید دیگه. خلاصه پول نیازیم، یعنی من پول نیازم. بله بچه هم هیچی از پولی که قراره از یوتیوب در بیارم به کسی نمیرسه. اینو گفته باشم همش برای شما خرج میکنم. بله کل جایزه داریم. تا ویدیو دیگه بدون لایک ساب کامنت.